یه پسری توی مسابقه شرکت میکنه، توی برنامه شرکت میکنه. بعد چند وقت میان بهش زنگ میزنن که آقا تو این مسابقه رو بردی و بیا اینجا که جایزت رو بگیری. بابت اینکه برد بیا جایزت رو بگیر. بعد این پسره از مشهد میاد تهران. بعدش فکر میکنین بعد میره اونجا، بعدم میگه آقا جایزه رو بدید. بعد فکر میکنین چی بهش جایزه میدن؟ سفر به مشهد مقدس. شاید این اتفاق رو شنیده باشید، ولی واقعا خدایی نمیصرفه. واقعا نمیصرفه. یعنی چی؟ او یه ساعت طرف رو مشهد کشوندین، بعد چی؟ دوباره سفر به مشهد مقدس. او نمیصرفه دیگه. یعنی چی؟